اگر یک رهبر دلسوز و بدون فاشیستی و قومی در سرزمین از هر قومی که باشه پیدا شود، اگر کشور مدیریت بکنه، کشورهای همجوار تا کلش برق میتی، کشورهای خامیره همجوار تا میگم کلش گاز میتی، عزیزم. اجازه بده، کلش گاز میتی. میفهمی؟ اگر یک کسی باشه نه، اگر کشور مدیریت بکنه، باور که کل دنیا به سیاحت تنها پولی ویزای توریستی کشور تا میچرخونه برادر. زیر فرد مردم افغانستان موتر 2000 در بهترین خانه لکس زندگی میکنه و دولت هم به هر فردی افغانستان مای $300 ماش تعیین بکنه، خورد و بزرگ پول خلاصی نمیشه. برای ایره بپذیرید که افغانستان غنی ترین کشور دنیاست. ایره بپذیرید. مدیریتی درست نداریم، کنترلی درست نیست در این سرزمین. یک ذره بشنوم عزیز جان. مهربانی. همه سیستم ما هم غلط است. خب ما یک نفر داریم سرقماندان الان، بله. اونمو که هر چی کرد کل کشور تابع است. این